زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. وطندارای عزیز، سلامتی خدایی که ما را بسیار زیاد دوست داره که حتی یگانه پسر خود عیسی مسیح را دریغ نکرده، سلامتی اون از همون خدای قادر مطلق بالای شما باشه. چی حال دارین؟ امیدوار هستم که جور و خوش و خوشحال و تکړه و تازه باشین و آماده باشین که تمامی ما بخیر امروز کلام خدا را یک جای گوش بگیریم و لطف ببریم و برکت بگیریم و از فیض خدا پر شویم، محبت خدا در زندگی ما جاری شود. خدا را شکر میکنیم بر یک صبح دیگه، بر یک نفس دیگه که او بر ما داده، یک روز دیگه که رحمت‌های او بر ما تجدید شده. عظمت او، بله عظمت او که در عظمت خود او وفادار است. چقدر خوب است که یک انسان منتظر نجات خدا باشه. این نیست حکایتی که، این نیست چیزهایی که ارمیای نبی در مرثیه خود نوشته میکنه. او با وجود که تلخی های زمانه را، تلخی ها و مشکلات بالای قوم خود دیده، او دیده که خداوند حتی اجازه داد، بله خداوند حتی اجازه داد که یک قوم دیگه که خدای متعال، خدای زنده را عبادت نمیکنه و او پادشاه را بیاره بالای سرزمین اسرائیل و تاراج بکنه و دیوارها را از بین ببره و حتی چیزهایی که در معبد واره بدزدانه. خداوند اجازه میتیره به خاطر ازی که وقتی که قوم خدا کلام خدا را نشنوه، وقتی که کسانی که به نام خدا خوانده شده اند و وقتی که احکام خدا را به جا نیارن، خداوند بعضی چیزها را در زندگیشان اجازه میده. ما مسیحی ها باید بسیار محتاط باشیم در زندگی خود که باید ما همیشه کلام مقدس خدا را در قلب خود داشته باشیم، در دست خود داشته باشیم. این اولین و آخرین چیز زندگی ما باشه زمانی که ما در روی عزیز زمین هستیم. کلام خدا از همین خاطر برای ما چی میگه؟ میگه که کلام تو را در قلب خود مخفی میدارم تا برخلاف تو گناه نورزم. زبور 119 آیت 11. چی میگه کلام خدا؟ کلام تو را در قلب خود مخفی میدارم تا برخلاف تو گناه نورزم. به این چی معناست؟ به این معناست که اگر ما کلام خدا را سرش فکر نمی کنیم، اگر ما کلام خدا را در قلب خود نگه نمی داریم، پس ما برخلاف خدا در حقیقت گناه می کنیم. چون ما باید از این پر شویم تا که از بدیها خالی شویم. باید ما این را بخوریم، نان زندگی را بخوریم، نان حقیقی را بخوریم تا که نانی که شیطان میخواه برای ما میته، زهری که شیطان میخواه برای ما میته، از او دور باشیم. ما کسانی که پیروان عیسی مسیح هستیم باید کوشش کنیم همیشه زندگی خدا آرایش بدیم با این کلام، زندگی خدا آرایش بدیم با این کلام زنده خدا که هر رضای خدا، هر چیز خدا که او برای ما میخواه در این درد شده. چی میگه؟ کلام تو را در دل خود نگه میدارم که مبادا به تو گناه ورزم. ای خداوند تو متبارک هستی، فرایض خود را به من بیاموز. این باید دعای ما باشه همیشه. فرایض خود را به من بیاموز. تمامی داوری های دهان تو را به لبهای خود بیان میکنم. در طریق شهادات تو بیشتر از کسب ثروت شادمان هستم. کسب ثروت در این دنیا یک کمی لازم است، به خاطر از که ما باید خانه کاشانه داشته باشیم، باید لباس داشته باشیم، باید غذا داشته باشیم برای خود، بر اطفال خود، بر خانواده خود. باید ما این چیزها رو داشته باشیم، بدون از این چیزها نمیتونیم زندگی کنیم. و اما ما مسیحی ها برای از این چیزها زندگی نمی کنیم.
ما مجبور هستیم که این چیزها رو داشته باشیم، اما برای از این چیزها زندگی نمی کنیم. از همین خاطر تمامی داوری های دهان تو را به لبهای خود بیان می کنم. در طریق شهادات تو بیشتر از کسب ثروت شادمانم. در وصایای تو تفکر می کنم و به طریقهای تو توجه می نمایم. از فرامین تو لذت می برم، لذت می برم. پس کلام تو را فراموش نمی کنم، لذت می برم. نان وقتی که میخوریم یک نان اما تو چرب افغانی و مزدار و مساله دار و صاحب هر چیز داره. نان افغانی خو نان افغانی است دیگه. منتو باشه، شوروا باشه و یا چلو پلو قابلی و این چیزا باشه، بسیار اما تو مزدار است، بسیار. اما ما لذت میبریم از یک نان بسیار خوب. کلام خدا نان بهتر از نان افغانی است. کلام نان بهتر، نانی که زیادتر ما را لذت میده. از فرامین تو، از قوانین تو که در اینجا ذکر شده لذت میبرم. پس کلام تو را فراموش نمی کنم. ما از این باید لذت ببریم، روز و شب تفکر بکنیم در کلام مقدس خدا. چرا؟ کلام خدا برای ما میگه که اینمی کلام خدا برای پاهای ما چراغ و برای راههای ما نور هست. فکر کنین که یک آدم در تاریکی شب در دره‌های بسیار سخت افغانستان در کوهستان‌ها روان است و یا در کوچه‌های تاریکی که برق نداره، حتی در شهرها روان است. نمیتونه پیش روی خود ببینه به درستی و اما اگر چراغ‌ها را در پای خود بسته میکنه و بالایش هم یک نور بسیار زیاد راهش روشن میکنه، هم پاهایش روشن و هم راهش روشن، چی عجب او شخص هرگز نمیغلطه، در چقوری نمیفته، در دلدل نمیفته، در بلا نمیره. او هر چیز برش واضح میباشه، تا دوره بدی را میبینه و پیش از این که بدی بیایه او به نور که به واسطهش راه میره تکیه میکنه و خداوند حکمت میته او را. کلام خدا به همین ترتیب برای پاهای ما چراغ و برای راههای ما نور است. و ما کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم باید به این توجه بکنیم. عیسی مسیح کلام مجسم خدا، خداوند او را فرستاد برای تمامی اقوام دنیا، برای پشتون، هزاره، تاجک، ازبک، ترکمن، عرب، پشه‌ای، براهوی، بلوچی، فارس، کرد، برای تمام انسان ها فرستاد. تمام انسان های دنیا فرستاد. چینی و عربی و روسی و اروپایی و هر کی هست. خدا میگه زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود، به جهان، به تمام مردم جهان، که او یگانه پسرش را داد. بسیار لازم است که ما متوجه باشیم که تمام انسان ها، کلمه کل انسان ها ایجا زیر بحث است. خداوند تمامی را یکسان دوست داره، هیچ فرقی نداره. کلام خدا میگه همه گناه کردن و جلال خدا محروم هستند و خدا همه را دوست داره و خدا همه را میخواد نجات بیافه. و ما کسانی که مسیحی هستیم نمونه هستیم از جانب خدا که ما خدا را بشناسانیم برای مردم. شما مگنیفاینگ گلاس و یا زربین شاید دیده باشین. زربین کارش چیست؟ کار زربین چیست؟ کار زربین ایست که او چیزهایی که بسیار ریز است او را کلانتر نشان بده. عیسی مسیح عظیم است و خدای قادر مطلق است، بله، و اما بسیار انسان ها در این دنیاست که عیسی مسیح را به طوری که او است، به حیثی که او است نمیشناسند که او خدای قادر مطلق است. پس بر ازوا عیسی مسیح ریزه است. این ما هستیم مسیحی ها که از زندگی خود، از کردار خود، از اعمال خود، از زبان خود، از اخلاق خود، از دیدگاه خود عیسی مسیح را کلان میکنیم، نشان میتیم برای مردم که او در حقیقت کیست. در کلام خدا ما میخوانیم در فصل 3
انجیل مقدس یوحنا آیت 6 تا 8 کلام خدا برای ما میگه از زبان خداوند عیسی مسیح، میگه کسی که از جسم تولد میشه او جسم است، کسی که از روح تولد میشه او روح است. پس ما کسانی که از روح خدا تولد شدیم به عیسی مسیح ایمان آوردیم، اما قسمی که در آیت 12 و 13 انجیل یوحنا فصل اول ذکر شده، و اما به همه کسانی که او را قبول کردن، پذیرفتن، قبول کردن، ایمان آوردن، بر از او ای حق داد، اختیار داد که فرزندان خداش باشند، که ای به خواهش بشر، نفس و این چیزا نیست، به کوشش انسانی نیست، بلکه او از خدا تولد یافتن. تولد یافتن از خدا به این معنا که به عیسی مسیح ایمان میاره یک آدم و روح خدا او شخص تولد نو میته، تولد روحانی میته. پس ما کسانی که در عیسی مسیح هستیم از روح خدا تولد یافتیم و متوجه باشیم که کلام خدا را هم ما میخوانیم که از روح خدا تولد یافته. امیر خما در کتاب تیموتائوس میخوانیم، وقتی که پولس رسول برای تیموتائوس نوشته میکنه او بسیار واضح میکنه که کلام خدا در حقیقتش چی هست. ما ای را در فصل 3 میخوانیم که کلام خدا از روح خدا الهام شده. ای از روح خدا الهام شده. تمام کتاب مقدس، یک سیش نه و یا چند کتابش نه، تمام کتاب مقدس، دوم تیموتائوس فصل 3 و آیت 16، تمام کتاب مقدس از الهام خدا، یعنی از روح خدا داده شده. و یا اگر به لسان یونانی بخوانیم ایتو میشه ثیوپنوستوس، یعنی خدا ایره از نفس خود داده، از روح خود داده. ای از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیبها و پرورش ما در عدالت مفید است، تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشه. پس ما از روح خدا تولد یافتیم، کلام خدا از روح خدا تولد یافته. ما و کلام خدا یک جای شده. عیسی مسیح برای مردم نشان میدیم که او در حقیقتش کی هست. پس آماده باشیم، باید در دعا باشیم برای کشور ما، برای مردم ما، برای افغانستان، برای ایران، برای تاجیکستان، برای تمام دنیا. ما در دعا باشیم که خداوند اونمو فیض خدا برای ما جاری کرده و ما به فرزندی از او آمدیم، ما فرزندان نور شدیم، ما تولد نو از روح خدا گرفتیم در عیسی مسیح. اونمو تولد نو برای دیگران هم مهیا شود، تا وقتی که وا هم ایمان میارن، وا هم برادر و خواهر ما در مسیح باشن و وا هم امید زنده را داشته باشن که در آسمان، جایی که عیسی مسیح برای ما وعده فرمود که ترس نخورین، تشویش نکنین، مضطرب نباشین، به من ایمان داشته باشین، به خدا ایمان داشته باشین. در خانه پدر من منازل بسیار زیاد است و اگه ایتو نمی بود من برتان میگفتم و من میرم که مکانی برتان بسازم و وقتی که رفتم مکانی برتان ساختم، پس میام که تا شما را هم جای ببرم، جایی که من هستم شما هم اونجا باشین. متوجه باشین من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من، هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه، هیچ کس در جنت رفته نمیتونه به جز به وسیله من. پس ما مسیحی ها باید متوجه زندگی خود، عمل خود، گفتار خود، نشست و برخاست خود، هر چیز خود باشیم، کلام خدا را به درستی تفسیر بکنیم برای مردم تا که مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن. کلام خدا برای ما خوشی نمیته، شادمانی میته. خوشی وقتی است. ما مسیحی ها در این دنیا به خاطر ثروت و مال و خانه و کاشانه و این چیزها زحمت نمیکشیم. زحمت ما باید برای جلال خدا باشه. زحمت ما برای ازی باشه که ما عیسی مسیح را بشناسانیم که او یگانه پسر خداست و او ما را دوست داره. به خاطر از این دوستی او حتی جان خدا فدا کرد و او قناعت اصلی ما هست. اینمی موضوع ما امروز. عیسی مسیح قناعت ماست. او قناعت ماست. در او تمامی چیزها را ما دارا هستیم و بدون از او ما هیچ هستیم. عیسی مسیح قناعت ماست.
برادر عزیزم شعیب جان امروز از کلام خدا برای ما بخش میکنه و من دعا میکنم که تمامی وطندارای عزیز ما، مؤمنین عیسی مسیح در هر جایی که هستین، افغان، ایرانی، تاجیک و یا هر کسی که این زبان میتونین درک بکنین یا میفهمین، خواهش میکنم در دعا باشیم که امروز خداوند برکت بده مردم ما را تا که به عیسی مسیح رجوع بکنن، به عیسی مسیح ایمان بیارن. ای خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم بر امروز، شکر میکنیم به خاطر تمامی محبت تو. بر برادر عزیزم شعیب جان دعا میکنم خدایا تو او را لمس کو، تو او را پوری روح مقدس خدا عطا کو. ای خداوند دعا میکنم برای برادرها و خوارایی که زحمت میکشند در اینجا، ای خداوند برکتشان بده، برکت بده وطندارای عزیز ما را که و تو عیسی مسیح را بشناسن که یگانه خداوند و یگانه منجی، یگانه راه، راستی و زندگی هستی. به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح، آمین. آمین. برادر عزیزم و وطندار گلم شعیب جان، مانده نباشی، بسیار میبخشیم امروز اسکایپ کار نمیکنه و از این طریق خوشحال هستیم که از طریق تلفن که ما مخاطب هستی برادریم. بله، سلام حسین جان، سلام همچنان به کارکنای شما و همچنان به تمام بیننده های ما در هر کجا که هستن تقدیم است. و همونطور که تکنولوژی که بسیار جهت های خوب داره، کار آسان میسازه، همونطور هم بعض اوقات مشکل ایجاد میکنه. بله و بله. امروز ما نتونستیم اسکایپ را به کار پرتیم، به او خاطر از طریق تلفن با هموطنان خود صحبت کردیم و بسیار خوب است به خاطر از اینکه برای ما یک درس است، درس میده که یگانه چیزی را که ما اعتماد کامل بالایش میتونیم که خداوند است. آمین آمین آمین. برادر عزیزم بفرمایید خداوند در قلبتان چی گذاشته، ما میخوایم بشنویم، وطندارای ما میخوایم بشنون. بله دوستای عزیز، نخست از همه ما پیروزی تیم فوتبال افغانستان که در جام جنوب آسیا قهرمانی را گرفت به همه جوانا و به همه هموطنا تبریک میگم. واقعا همه ما را خوشحال ساخت و ای که بعد از سالها افغانستان بالاخره در فوتبال یک کم رشد کرد و این جام جنوب آسیا را، جام قهرمانیش آورد. این بسیار جای افتخار است به هر یک ما و ای که امروز جوانای ما نه تنها در داخل افغانستان بلکه در سطح جهان هم اونا می درخشند و یک چیز خوبی است و امیدی است بر ما، چون جوانان آینده افغانستان هستند. و نه تنها جوانای تبریک باشه بر جوانان، بر همچنان بر فامیل ها، بر پدرای از اونا کنار کار کردن، بسیار زیاد کار میخواه، هم از چیزا کار مشکلی است. و همچنان موضوعی که امروز حسین جان هم گفتن و ما میخوایم صحبت کنیم در مورد ازی است که عیسی مسیح قناعت ماست. ما اگر امروز در کشور خود ببینیم که با وجود که افتخارات ما داریم از قبیل امی تیم فوتبال ما و دیگه تیم ها و دیگه پیشرفت هایی که در کشور ما صورت گرفته، ولی هنوز هم مردم ما بسیاری مردم ما درد دارن، رنج دارن، نه تنها در کشور ما بلکه در کشور همسایه ما ایران، در کشور پاکستان مردم از تروریسم، مردم از انتحاری، مردم از نداشتن نان، خانه و لباس رنج میبرن. و همچنین مثلا هزارها طفل امروز در سوریه آواره هستند، 1.5 میلیون نفر آواره شده. یا همچنین در کشور مصر مردم از اعتماد ندارن، در جنجال های بزرگی هستند. و شاید بعض اوقات به فکر ما، به نظر ما این سوال خطور کنه که آیا خداوند این گریه های از این مادرها را، گریه های از این اطفال آیا میشنوه یا نه؟ و در بین همین حالاتی که ما داریم در کشور خود یا در کشورهای همسایه، خداوند در چه فکر است؟ خداوند در چه حالت است؟ و چطور ما میتونیم خداوند را بشناسیم و چطور ما میتونیم خداوند را درک کنیم از طریق عیسی مسیح؟ و ما میخوایم اول از پیدایش، حسین جان شما میشه پیدایش فصل 21 آیه های 14 تا 19 را بخوانیم؟ بله حتما میخوانم برادر عزیزم. و اگر اجازه شما باشه قبل از اینکه من یه بخوانم، یک وطندار ما روی خط هستن، دیر میشه و چون از راه دور تلفن کردن، همین تلفن با اجازه تان میگیریم و بعد از میخوانیم. عباس جان وطندار عزیز ما مانده نباشی. سلام
علیکم. سلام علیکم صاحب، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ من بخیر هستم. عباس جان چطور؟ بسیار بسیار تشکر. بفرمایین عباس جان، بفرمایین. سلام. والله آدم مشکلات داشتم. من که الان خود مشکل دارم اینجا. خود تیمه خواهم افغانستان رو با زنگ میزنم به شبکه محبت ما. واقعا ما سر در نمیاریم چیکار باید بکنیم. حالا در یک چی افتادیم که امید دارم شما راهنمایی ما بکنید. برادر عزیزم، مقصدتان از راهنمایی چیست؟ مقصد چی میخواین که ما شما راهنمایی کنیم برادریم؟ من الان خودم ایمان دارم میخوام. خب ایمان آوردین؟ مشکل دارم تو کابل، مشکل دارم با هیچ چی هم دسترسی ندارم، هیچ چی هم نمیشناسم. عباس جان، آل در کجا هستین؟ کابل هستم. خب برادر، بسیار خوب. برادر عزیزم، کی شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ ما تقریبا میشه یک 20 روز شما با همین شبکت داریم از اینجا ایمان. خدا را شکر است برادر عباس. بسیار بسیار تشکر از تلفنتان و اگر شماره تان پیش ما مانده بود، ما بعد از برنامه که شما تماس میگیرم و کتان صحبت میکنم اگر اجازه تان باشه. و اگر شماره تان پیش ما نمانده بود، ما از شما خواهش میکنم که به شماره شخصی ما بعد از برنامه زنگ بزنین و شماره شخصی ما این نیست 001 که کد من شماره رو بهتون میگم. ما نمیخوایم که شما شماره تان بگوین از طریق تلفن، به خاطر که براتون خطرناک است. لطفا شماره ما را نوشته کنین. درست. نوشته کنین 001. باش یک خودکار بگم. بله بفرمایین. بذار ما خودکار بگیرم نوشتم. بسیار خوب. برای ما استودیو گفتن در گوش ما که ما شماره تان داریم. ما بعد از برنامه زنگ میزنم، براتون تماس میگیرم. به هر حال شماره تلفن ما برای دیگه وطندارای ما که سوال دارن و یا چیزی بله 001. خب ما اینو براتون میگم. 001 901 313 44 51 001 901 313 44 51 شماره شخصی است. بعد از برنامه لطفا شما میتونین زنگ بزنید و یا وطندارای دیگه ما. بسیار تشکر. بسیار میبخشین برادر عزیزم شعیب جان، کت وطندار ما گپ میزدیم. خدا را شکر است که ایشان ایمان آوردن. 20 روز پیش گفتن که در شبکه زنگ زدن و کسانی که پشت تلفن هستن و ایشان دعا کردن برشان و به عیسی مسیح ایمان آوردن. و اما ما میخوایم آیات بخوانیم برادر عزیزم. بله. از آیت 14 پیدایش فصل 21. بله بله تا 19. صبح وقت روز بعد ابراهیم مقدار غذا و یک مشک آب بر پشت هاجر گذاشت و او را با طفلش بیرون کرد. هاجر آنجا را ترک کرد و رفت و در بیابانهای بئر شبه میگشت. وقتی آب تمام شد طفل را زیر یک بته گذاشت و خودش به اندازه 100 متر از آنجا دور شد. به خود می گفت من طاقت ندارم مردن پسرم را ببینم. و همانطوری که آنجا نشسته بود شروع کرد به گریه کردن. خدا صدای گریه طفل را شنید. فرشته خدا از آسمان با هاجر صحبت کرد و گفت ای هاجر چی مشکلی داری؟ نترس، خدا گریه طفل را شنیده است. برخیز، برو، طفل را بردار و آرام کن. من از نسل او یک قوم بزرگ به وجود می آورم. خدا چشمهای او را باز کرد و او در آنجا چاهی دید. رفت مشک خود را پر از آب کرد و مقدار آب به پسر خود داد. بله دوستا ببینین، ما همه برادرای خواهرای مسلمان ما اسماعیل را کمی طفل بود من حیث پدر کلانا میدانن و از طریق اسماعیل میگن ابراهیم هم پدر ماست یا پدر بزرگ ماست، به می طریق اونا را هم احترام دارن. اما در اینجا که ما ببینیم که وقتی که خداوند اسماعیل را نجات داد او گریه اسماعیل را شنید پیش از این که همه از این مذاهب به وجود بیاید.
یعنی ای که پیش از اینکه خواهرها و برادرای ما حتی ما در این دنیا باشیم یا پدر و پدرکلانای ما باشیم، پیش از این گریه همه هموطنای ما را، همه برادرها و خواهرای مسلمان ما را که در دنیا هستند، این خداوند شنیده. خداوند شنیده و اینجا خداوند هم اینجا وعده داد که گفت چی میگه؟ میگه در آیه 18 گفته برخیز برو طفل را بردار و آرام کن. اینجا هاجر مادر اسماعیل خودش چیزی کرده نتانست. در اینجا قراره که ما میخوانیم میگه که خودش چی کرد؟ خود هاجر مادر اسماعیل به اندازه 100 متر از آنجا دور شد و به خود میگفت من طاقت ندارم مردن پسرم را ببینم. یعنی ما هاجر نتانست که پسر خود نجات بده، اما اینجا اسماعیل را کی نجات داد؟ ایره خداوند نجات داد و خداوند هم وعده داد که نه تنها ما ایره نجات میتم، او برش داد، رفت اونجا چاه را به وجود آورد و هاو رفت گرفت و به اسماعیل داد و بالاخره اسماعیل زنده شد و خداوند گفت که من از نسل او یک قوم بزرگ به وجود میارم. اینجا دوستا قوم بزرگ مقصد از این است که کدام خداوند اینجا میخواست که کدام امپراتوری از اسماعیل به وجود بیاره یا از کسای اولادهای از او، بلکه اینجا خداوند میخواست که کسایی که بازمانده های اسماعیل است که او را خداوند را بشناسند. و بالاخره این وعده خداوند در عیسی مسیح این تطبیق شد. در لوقا فصل 4 ما میخوانیم، فصل 4 لوقا آیه های 17 تا 21. این میشه که در روی پرده است بفرمایید. فصل 4 آیه های 17 تا 21 ما میخوانیم. نشه شده ما از 16 شروع میکنم. از 16 شده به این ترتیب به شهر ناصره جایی که در آن کلان شده بود آمد، یعنی عیسی مسیح، و در روز سبت مثل همیشه به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. از آیه 17 که در صفحه است نوشته شده کتاب اشیای نبی را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن قسمت را یافت که می فرماید روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او دوخته شده بود. او یعنی عیسی مسیح شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت امروز در حالی که گوش می‌دادید این نوشته تمام شده است. آمین. ببینید دوستا اینجا عیسی مسیح همه چیزا را به خود چی میکنه؟ چی میگه؟ میگه امی پیش بینی که شده بود، امی پیش بینی که در کتاب پیدایش خداوند کرده بود که من از اسماعیل از قومش قوم بزرگ میسازم، نه تنها از او بلکه بر دیگرها هم. ببینید اگر به زبان خود ما و شما بگوییم که اینجا عیسی مسیح چی گفت؟ به زبان خود ما عیسی مسیح میگه روح خداوند بر من است. روح خدا بر عیسی مسیح است، یعنی او خودش قدرت خدایی داره. او مرا مسح کرده است، خداوند عیسی مسیح را مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. ببینید به همه برادرها و خواهرای مسلمان ما که امروز در رنج هستند، در رنج چی از لحاظ فیزیکی، روحی یا مریض هستند، یا از لحاظ روحی مریض هستند، یا از لحاظ از اینکه در شرایط بد قرار دارند، بینوا هستند، چیز نان خوردن ندارند، من مژده میتم، یعنی خبر خوش میتم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران. ببینید دوستا تمام انسان ها اسیر گناه هست و اینجا عیسی مسیح میگه تا آزادی اسیران، کسایی را که در گناه اسیر هستند، در دشمنی اسیر هستند، در ای که بدبینی اسیر هستند. یعنی ما در مورد خود گپ میزنیم، این برادرها و خواهرای ما که امروز در افغانستان هستند، در ایران هستند، در تاجیکستان هستند، آزادی اسیران و بینایی کوران در اینجا تنها به ایمان نیست که چشمهای ما کور باشه، بلکه بعض اوقات شاید چشمهای ما ببینه و بسیار چشمهای تیزبین داشته باشیم اما چیز را دیده نتانیم، حقیقت دیده نتانیم. بعض اوقات ما مثلا امروز شاید دوستای ما در افغانستان، در ایران همه میبینن ولی حقیقت را نمیتونن ببینن، نور خدا را که در عیسی مسیح سنا نمیتونن ببینن و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان. ببینید امروز هزارها و صدها هزار نفر در کشورهای ما ستم دیده هستند که اونا نمیفهمن چی کنن و بالاخره سال فرخنده خداونده، یعنی سال را که خداوند میخواه، روز را که خداوند میخواه همه ما را نجات بده اعلام میکنه. ایره کی اعلام میکنه؟ ایره عیسی مسیح.
اعلام میکنه و عیسی مسیح یگانه راهی است، یگانه کسی است. هیچ کس دیگه، هیچ پیامبر دیگه و یا هیچ رهبر دیگه بعد از عیسی مسیح نگفته که ما میخوایم رهایی بتم ستم دیدگاره، نگفته که ما کورا را بینا میکنم، نگفته که ما کسایی را که شل هستن اونها را ما پس دوباره برا میاندازم. یعنی تنها عیسی مسیح این کار کرده. مشکل ما در کشورهای ما ای است که ما در افغانستان اگر کسی بعض اوقات حتی به خدا بد بگوید، اگر به خدا را بد بگوید، او را اعلام میتن، میگه برو گمش که راه زیره الابتی دیوانه شده. اما وقتی یک کس در کشورهای ما، کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان، اگر بگویم ما مسیحی شدیم، به مسیح ایمان آوردیم، میگه که ایره بکش به خاطر از یک کافر شده. ببینید دوستا، ما بله برادر عزیزم، با اجازهتان ما به می ادامه صحبت های شما آیات را که از کتاب پیدایش خواندین و بسیار آیات خوب و بسیار آیات تاریخی است، باید ما این را هم ذکر کنیم که کلام خدا در اینجا در مورد قناعت صحبت میکنم. قسمی که شما شعیب جان گفتین خداوند میرسانه هر چیزه، خداوند نجات میرسانه. خداوند اسماعیل از مردن نجات داده اوجا و این واقعا یک پیامی است که خداوند همیشه نجات دهنده است. و ما قسمی که عیسی مسیح گفت که روح خدا بر من است و خداوند این بسیار واضح کرد در اوجا که تمامی نبوت ها در ما پوره میشه و از طریق ما هر کس میتونه که نجات بیافته. که عیسی مسیح بعداً شعیب جان میگه و شما بسیار خوبی را آوردین، بعداً هم میگه که من راه راستی هستم، هیچ کس من راه راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمدن نمیتونه. ضمناً من میخواستم وطندارای ما بگویم که این آیات که وقتی که ما در مورد اسماعیل میخوانیم، ما باید متوجه از این باشیم که این تنها یک نمونه است که خدا نجات میده، نه که نمونه ای که به خاطر اینکه امکان داره بعضی چیزها در اینجا گفته انگلیسی زبانا کنفیوژن و یا سوی تفاهم پیش بیاید. نبوت در مورد از این نشده که از این طریق عیسی مسیح میآید، چون عیسی مسیح از طریق خاندان اسماعیل نامد. اما رقمی که در کلام مقدس خدا ما بسیار واضح ای را میخوانیم. با اجازهتان برادر عزیزم، من میخواستم که اینمی آیات برای وطندارای ما بخوانم که بسیار مهم است. در کتاب پیدایش فصل 49، در فصل 49 ما در مورد نبوتی که شده که عیسی مسیح از طریق اسحاق، نه از طریق اسماعیل بلکه از طریق اسحاق میایه نبوت شده، از طریق اولاده اسحاق. میگه ای یهودا، چون یهودا کس از پشت اسحاق بود نه اسماعیل، ای یهودا برادران تو را ستایش میکنند، بر دشمنان خود غالب میشوی و برادرانت در مقابل تو تعظیم میکنند، هر کسی دیگه که باشه. یهودا مانند شیری است که شکار خود را کشته و به کمینگاه خیش برگشته، دراز کشیده و خوابیده است و هیچ کس جرأت نمی کند او را بیدار کند. آیت دهم بسیار آیت مهم است که باید ما بالای ازی توجه کنیم. یهودا عصای سلطنت را نگه می دارد و این کلمه عصای سلطنت کاملا مربوط به عیسی مسیح میشه، چون کلمه شلو در اینجا استفاده شده. بعداً چی میخوانیم در اینجا؟ یهودا عصای سلطنت را نگه میدارد، اولاده او همیشه فرمان روایی میکند تا به شلو بیاید. تا شلو بیاید، کلمه با اینجا اضافه است. البته تا شلو بیاید، شلو مستقیما در عهد عتیق به مسیح موعود اشاره شده. تا شلو بیاید یعنی تا عیسی مسیح بیاید و همه اقوام از او اطاعت میکند. از شلو از کی اطاعت میکند؟ از یهودا نه بلکه از فرزند یهودا، از اسحاق نه بلکه از فرزند اسحاق که عیسی مسیح است مطابق نبوت.
اینال به اجازه تان من به یک آیت دیگه هم میروم که در اوجا بسیار واضح میکنه ایره و بعد از او برادر عزیزم بیشتر در مورد چیزهای بسیار خوبی که شما میگفتین صحبت میکنیم. یک آیت دیگر رو میخونیم و بعد از او اینال وقتی که ما انجیل یوحنا رو میخونیم در اینجا ما میفهمیم کلام مجسم خدا که میگه در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت، یعنی به وسیله کلام خدا هستی یافت، بدون او چیزی آفریده نشد، زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. جلو میریم، گفته برادرها و خوارای ایرانی ما آیت 10 میگه او در دنیا بود و دنیا به وسیله او آفریده شد اما دنیا او را نشناخت. آیت 11 بسیار مهم، او به قلمرو خود آمد، یعنی یهودیان، یعنی کسی که از نسل یهودا بود. کلمه یهودی به معنای ازی که وا فرزند یهودا بودن. یهودا که یکی از فرزندای یکی از پسرای یعقوب بود و یعقوب پسر اسحاق بود و اسحاق پسر ابراهیم بود، اما رقمی که اسماعیل پسر ابراهیم بود. و اما خداوند وعده نجاته که از طریق یهودا، از طریق اسحاق خداوند برکت میده دنیا را. به همین ترتیب عیسی مسیح را ما میخوانیم که در فصل اول آیت 14 پس کلام جسم گشت به شکل انسان در میان ما جای گرفت. کدام کلام؟ اونمو که اما به همه که آیت 11 او به قلم روی خود آمد، او یعنی کلام خدا، یعنی عیسی مسیح به قلم روی خود آمد. خدا را شکر میکنیم که خداوند برای ما درسای بسیار خوب میده. و اما چیزی که برادر شایب گفت مقصدشان است که خداوند نجات میده، خداوند قناعت ماست. هاجر قناعت دیگری نداشت، هاجر دیگه راه چاره دیگری نداشت و اما وقتی که ما میبینیم که فرزندش به هلاکت میآید ایجا، خداوند نجات خود در اوجا به صورت آب بر از او فرزند میاره و این یک نشانه است که اونمو خداوند مجسم میشه برای ما نجات خود میاره. بله برادر عزیزم بسیار میبخشین. بله و بعض اوقات در مورد امی نجات کی نجات تنها مطابق کلام خداوند تنها از طریق عیسی مسیح. آمین هللویا. این نجات در امپراتوری نیست، این نجات در این نیست که چقدر تعداد یک ملت یا ملت زیاد است. این نجات فقط در عیسی مسیح است که مطابق لوقا ما خواندیم. بله. و آل حسین جان میشه از دوم قرنتیان فصل 4 آیه های 1 تا 6 بخوانین. بله با اجازه تا اینمی کامپیوتر به امروز کمی گدودی میکنه. از کدام آیات گفتی؟ دوم قرنتیان فصل 4 آیت 1 تا 3. بله 1 تا 6. 1 تا 6. چون خدا از لطف خود این وظیفه را به ما داده است، از لطف خدا، از فیض خدا البته، مایوس نمیگردیم. ما از همه روش‌های پنهانی و ننگین دور شده ایم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی کنیم و پیام خدا را تحریف نمی نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت میکشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام میکنیم پوشیده باشد، فقط برای کسان پوشیده است که در راه هلاکت هستند. آیت 4 سردار این دنیا یعنی شیطان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمیخواهیم خود ما مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام میکنیم که عیسی مسیح خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد در قلبهای ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. به به آمین هللویا. آمین. بله دوستا ببینین اکثر دوستای ما که تلفن میکنن یا صحبت میکنن اینا همیشه فقط دو چی دارن. اولی که در مورد کلام خدا شک دارن و دومی که در مورد عیسی مسیح، که در اینجا اردویش. ولی اگر ما از دوستای خود، از افغانهای خود، ایرانیهای خود سوال کنیم که آیا شما کلام خدا را خواندین، اونا میگن نه، میگن ما شنیدیم. نه، چیزی را که از کسای شنیدن، چیزهای بسیار که هیچ مطابق کلام خدا نیست. اما در اینجا ما چیزی که میگیم دوستای عزیز ببینین بسیار مهم است. مطابق آیات را خواندیم، ما چیزی را که میگیم ما مطابق
کلام خدا میگیم. اینجا در کلام خدا گفته زیرا اگر انجیلی که اعلام میکنیم پوشیده باشد فقط برای کسان پوشیده است که در راه هلاکت هستند. سردار این دنیا افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ببینید دوستا، در کلام خدا ما میبینیم که میگه ایمان از طریق شنیدن کلام پیدا میشه. بله. این کلام خدا است و کلام عیسی مسیح است. ما یگانه چیزی که میگیم او در مورد عیسی مسیح است و در مورد کلام خدا است. بله. ما از دوستای خود واقعا خواهش میکنم که شما ببینید کلام خدا را، چی از طریق اینترنت باشه، چی از طریق دوستایتان باشه، حتی بعضی وقت دعا کنین. شاید بسیار دوستای ما در قریه ها، در دهات که زندگی میکنن، هیچ اونجا مسیحی دیگر در منطقه خود نشناسن. بهترین کاری است که دعا کنین. خداوند حتما یک راهی را پیدا میکنه که بر شما نور خدا بتابانه، بر شما کلام خود را از یک طریق روان کنه، از یک طریق بفرسته کلام خود را. و اینجا گفته ما نمیخوایم ما مورد توجه قرار بدیم، بلکه اعلام میکنیم که عیسی مسیح خداوند است، یعنی صاحب ما است. عیسی مسیح خداوند است، صاحب ما است. این بسیار ما همون چیزی که است، عیسی مسیح چیزی که است امور میگیم. اما امروز در کشور ما، در کشورهای ما، بسیاری مردم ما او چیزهای را، انسانهای را، چیزهایی را نیستن اونا را میگن. مثلا امروز همونطور که قبلا گفتیم ما مسیحی ها، ما عیسی مسیح را چیزی که هست در کلام خدا اینجا ما میخوانیم گفته شده بلکه اعلام میکنیم که عیسی مسیح خداوند است. ما این میره میگیم که عیسی مسیح صاحب ماست، خداوند است. ولیکن در کشور ما امروز بسیاری از مردم ما او چیزهایی را یا کسایی را که هیچ نیست اونا من حیث صاحب خود یا خدای خود میدانند که یا پول باشه یا ثروت باشه یا بسیار وقتا قدرت باشه. امروز قدرت بسیاری از مردم ما قدرت خدایشان است. بسیاری از مردم ما پول و دارایی در کشور ما خدایشان است. بسیاری از مردم ما حتی اما قدرتی که دارن یایی که خود چی جسمیشان، قدرت جسمیشان خدایشان است. و بسیاری از مردم های ما امروز فکر میکنن رهبرایشان خدایشان است. رهبرایشان کوی چه انسان‌های هستند که میمرن و به قبر میرن و خاک میشن، اونا فکر میکنن اونا خدایشان است، اونا او انسان‌ها را بیشتر از خدا احترام میکنن. اما ما چیزی را که میگیم این مطابق کلام خداست که عیسی مسیح قدرت خدایی داشت و میگه زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد در قلب‌های ما نیز درخشیده است. ما چیزی را که میگیم که خداوند، ما میگیم چطور ما را تغییر داد، چطور ما هم در همین تاریکی بودیم اما خداوند با نور خود، با عیسی مسیح در قلب ما آمد و قلب‌های ما را، فکر ما را، چشم ما را روشن کرد، گوش‌های ما را باز کرد که ما بشنویم و ایمان بیاریم که عیسی مسیح خدا است و عیسی مسیح نجات دهنده است. چرا؟ به خاطر از اینکه فرقی که عیسی مسیح داره ما بارها گفتیم و باز هم تکرار میکنیم که او مرد به خاطر گناه‌های ما اما در روز سوم دوباره زنده شد. و این زنده شدن دوباره از هیچ کسی دیگه، هیچ مرده دیگه در طول تاریخ زنده نشده. همه مردن و خاک شدن و قبرهایشان هم امروز در نقاط مختلف دنیا وجود داره، اما تنها عیسی مسیح است که مرد و دوباره زنده شد. به می خاطر ما چی میگیم؟ ما میگیم تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. فقط ما یگانه کار میکنیم که اونمو چهره عیسی مسیح که در ما درخشیده امروز در افغانهای ما هم بدرخشه. و امو که گفتیم در آغاز که در پیدایش خداوند گفت که ما گریه از این طفل شنیدم، یعنی گریه اسماعیل را خداوند شنید. امروز هم خداوند گریه افغانها را، گریه ایرانیها را، گریه اطفال افغان، خانمها را، مردها را خداوند شنیده و میخواه این را از کدام طریق؟ از طریق عیسی مسیح. میخواه اینا را شفا بده. از طریق عیسی مسیح میخواه ما را ملهم بگذاره بر رنجهای ما، بر عذابهای ما. اما فقط یگانه شرطی که است که ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه عیسی مسیح زنده است. بسیار ساده است. چرا؟ به خاطر از اینکه عیسی مسیح زنده است. ما با یک کسی که زنده است و او امروز قدرت داره، او گفت که با ما همیشه هست. قدرت زمین و دنیا، زمین از این دنیا و آخرت به او داده شده. ما از خواهرها و برادرای خود در هر کجایی که هستین، شما در هر مشکلی که هستین، شما اگر نان ندارین امروز، شما اگر آب ندارین، یا شما اگر کار ندارین، یا شما اگر مریض هستین امروز، یا اگر شما در دپرشن یا افسردگی هستین امروز، یا اگر کدام فامیلتان
امروز مسافر دارین و هیچ خبری از اون ندارین، یا اگر قومتان، فامیلتان کشته شده، از بین رفته در جریان جنگ ها و شما بسیار رنج دارین در قلبتان، ایره عیسی مسیح بر شما چی میگه؟ میگه که شما به او ایمان بیارین، او گریه شما را شنیده، او میفهمه دردهای قلب هر یک ما و شما را. هیچ چیز ما از خداوند پنهان نیست. اما طور که در متام این بارهایی بسیار یک از آیات بسیار خوبی از تمام آیات در کلام مقدس خوب است، ولی من همیشه از این آیات خود من همیشه قوت میگیرم و همیشه به همه هموطنای ما هم قوت میده که او متا 18 که عیسی مسیح حسین جان شما میشه یعنی گفته که ای زحمت کشان نزد من بیایید. بله متا انجیل مقدس متا فصل فکر میکنم 11 باشه، 11-28 این من روی پرده هم ایره میندازم که وطندارای ما ایره ببینن تا که بتانیم یک جایی بخوانیم. بله. خدا را شکر که تکنولوژی برای ما اجازه میده که این کار را بکنیم. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم، جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. آمین. آمین. ببینید دوستا، هیچ پیامبر پیش از عیسی مسیح و هیچ رهبر مذهبی بعد از عیسی مسیح این گپ نزده که نزد من بیایید. همگی یک جای دیگر گفته برین یا این کار کنین یا به سرشانه های ما اقبار گذاشتن که ما بالاخره این بار کمر ما را شکستانده و ما را همونطور که بمی امروز که بمی رنج و عذابی که میکشیم از امی بار گناهایی است که سر شانه های کمر ما را میشکنانه. اما عیسی مسیح چی میگه؟ میگه نزد من بیایید. او به خود میگه یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. یوغ عیسی مسیح فقط ایمان به عیسی مسیح است. دوستا، یوغ عیسی مسیح بسیار سبک است، خفیف است. فقط ما را میخواهد که ما ایمان به عیسی مسیح داشته باشیم و او است که میآید در پهلوی ما و در قلب ما میآید، در فکر ما میآید، فکر ما را تغییر میده، چشمهای ما را باز میکنه، گوشهای ما را، همونطور که از ما را باز کرد، همونطور که از برادر ما را، از خانم باز کرد، از اولادای ما را، همونطور از دیگه هموطنای ما را، از شما را هم. فرق نمیکنه در چی حالت قرار دارین، فرق نمیکنه که شما امروز پولدار هستین یا بی پول، کار دارین یا ندارین، یا امروز شما رنج دارین یا ندارین، یا مریض دار هستین یا نیستین، یا امروز شما نانتان دارین ندارین. به همه ما یک پیام میفرسته که میگه چی است؟ یوغ مرا میگه آمین. بگیرین که یوغ ما سبک است، یعنی ایمان به عیسی مسیح بیارین. چرا عیسی مسیح فروتن و نرم دل است. عیسی مسیح هیچ کس را هیچ وقت ما را به زور نگفته شما مسیحی شوین یا پیروی ما. هیچ کس را تا در دنیا عیسی مسیح نگفته که شما به زور پیروی ما شوین، بلکه همیشه چی میکنه؟ او میگه من در دهن قلب شما استاده هستم و من دروازه قلب شما را میزنم، ولی ما هم باید چی کنیم؟ باید قلب خود باز کنیم. من دعا میکنم که امروز هر افغان ما، هر خواهر ما، هر برادر مسلمان ما امروز قلب خود بر عیسی مسیح باز کنن، عیسی مسیح را بگذارن که در قلبشان بیاد و بعد از او ببینن که امو خوشی را که ما داریم، مشکلات در زندگی کم نمیشه، اما امو خوشی و شادمانی را که ما داریم اونا هم پیدا میکنن. مشکلات شاید کم نشه ولی عیسی مسیح با ما است و این یگانه چیز است. به می خاطر است که ما در کلام هم گفتیم، به می خاطر است که ما چی میکنیم؟ ما هر روز کار میکنیم، زحمت میکشیم، چی کنیم؟ امی کلام عیسی مسیح را که کلام محبت است، کلام مهربانی است، کلام رحمت است، فیض است، و همه هموطنهای خود برسانیم. آمین آمین. خدا را شکر. واقعا برادر عزیزم یک تلفن میگیریم از مسیحا جان از نروژ. برادر مسیحا مانده نباشی وطنداری عزیزم. الله درود بر کشش حسین نازنین و مهربان. بسیار تشکر برادر. درود بر شما باشه. خسته نباشن برادر شعایب، خداوند بهشون هم برکت بده به خدمتشون و خداوند به همتون دیگه برکت بده. خواهران، خواهر فریبا، برادر حسین که جوابگوی تلفن هست، خداوند فیضش و شامل حق خانواده همه شما عزیزان بکنه. آمین. بسیار تشکر برادر. تقدیم کنم بهتون بفرمایید. پیام دارد تو مکشوف بر دل ما راز عشق، تا بیاموزیم ما هم
مثل تو پرواز عشق. فیض عشقت کن عطا تا ما نیز عاشق شویم، تا بخوانیم که از برایت تا ابد آواز عشق. جان ما را مهر کن با قوت خون مسیح، تا شود جانهای ما تقدیس با احراز عشق. اخگر روحت بباران بر دل و بر قلب ما، تا که ما هم پر شویم از روح تو با ساز عشق. آنچه در رؤیای ما هست جلوه‌گر کن در دعا، تا که ما هم چون ملائک دل دهیم بر ناز عشق. زنده کن با فیض خونت روح ما را در زمین، تا به فیض جان تو ما هم شویم ممتاز عشق. قلب ما در نام عیسی هدیه کن، هدیه بر عشق تو باد، تا شویم فرزند تو هم تا ابد سرباز عشق. جلال و نام خداوند دوستون داریم. خدا آمین آمین. بسیار بسیار تشکر مسیحا جان. خداوند شما را برکت بده از این شعر بسیار بسیار مقبولتان در ثنای خداوند عیسی مسیح. بله شایب جان برادر عزیز ما، وقتی ما کم مانده و اما بفرمایین. بله دوستا، فقط من میخواستم در اخیر امیر بر شما یک بار دیگه بگم که عیسی مسیح قناعت ماست. همین موضوع را که انتخاب کردیم قناعت ماست. او گریه های ما را، او مشکلات ما را شنیده و میخواه او را شفا بده، مرهم بگذاره و چی رقم میگذاره که ما از او بخوایم که در قلب ما بیاید، چرا او گفت که من همیشه با شما هستم. وقتی که عیسی مسیح در قلب ما بیاید، او هیچ وقت دیگه از اونجا نمیخواه برای، هیچ وقت نمیبره از قلب ما. او همیشه در قلب ما است و این میخواه که ما را چی کنه؟ هر روز با ما یک جای راه بره، با ما یک جای کمک کنه. و باور داشته باشین دوستا، وقتی ما عیسی مسیح را در قلب خود که ما مهاجر بودیم در پاکستان او را قبول کردیم، یک شادمانی قلبی در زندگی ما رخ داد و آهسته آهسته زندگی ما بهتر شد. مشکلات ما کم نشد، اما زندگی ما، زندگی فامیلی ما، زندگی با اطفال همه بهتر شد. و شما هم اگر دوستا امروز عیسی مسیح را بپذیرید در قلبتان، قلبتان را باز کنین، بسیار ساده، ما ضرورت نداریم که بسیار کلمات بسیار کلان بگوییم به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح. بسیار ساده میتونیم که اینمی دعای ساده را ما شما کنیم. ای که اول بگوییم که خداوندا عیسی مسیح، ما از همه گناهایی کردیم ما پشیمان هستم. بله. از همه گناهایی کردیم ما توبه میکنم. خداوندا من توبه میکنم از تمام گناهایی، کسایی را که بد گفتیم، به کسایی که بد رساندیم، من توبه میکنم. دوم خداوندا من از عیسی مسیح میخوایم که او در قلب ما بیاید. من ایمان دارم که عیسی مسیح نجات دهنده ما است. من ایمان دارم که عیسی مسیح در صلیب به خاطر گناههای من کشته شد و در روز سوم دوباره زنده شد و زندگی از او به من اطمینان میده که من هم وقت ایمان بیارم با او دوباره زنده شد. خداوندا عیسی مسیح در قلب ما بیا و مرا کمک کو، مرا امروز در زندگی ما باش. و امروز من ایمان دارم که عیسی مسیح نجات دهنده است و او گفت که همیشه با ما خواهد بود. به نام عیسی مسیح این دعا را به زبان خود کنید. بعض وقت به زبان خود هر چی که خودتان میفهمین در قلبتان. و این وقت است که شما به عیسی مسیح ایمان آوردین و عیسی مسیح حاضر است که در قلب شما بیاید و حاضر است که او زندگی هر یک ما را تغییر بده، همانطور که او وعده داد که همیشه با ما است و هیچ وقت ما را رها نخواهد کرد. پدر ما یک روز میمیره، مادر ما یک روز فوت میکنه، خواهر و برادر ما از ما جدا میشه، حتی خانم ما یک روز شاید از هم دیگر جدا شوند، یا وطن ما یا همسایه ما، ولی عیسی مسیح هیچ وقت از ما جدا نمیشه، به خاطر که او خودش این وعده را داد. آمین آمین آمین. خدا را شکر. آزاد جان در فیسبوک نوشته میکنن میخواین معرفی کنن یک کانال یوتیوب نوشته میکنن سلام برادر حسین، دوست داشتم که شما هم ببینید و دیج یک کانالی است از برادر ایرانی که احتمال زیاد میشناسین و در اینجا نشست فارسی دری کریستین سانگز داریوش گلباغی و شمیم و اگر شما اینجا برین در این کانال میتونین که سرودهای مسیحی را بشنوین و این در اینجا آدرس شما در بالا میبینین
و لذت ببرین از سرودهای مسیحی که برای رشد روحانی شما خوب است. ضمن من میخواستم که بگویم که اگر شما میخواستین برنامه های برادر عزیزم شایب جان ببینین، شما در زندگی.tv در اینجا اگر شما لطف کرده برین، اگر روی پرده بندازین شما میبینین برنامه های برادر عزیزم در زندگی.tv. شما میتونین برنامه های بسیار خوب و مفید که برای زندگی و رشد مسیحی بسیار لازم است و همچنین برای نجات از طریق عیسی مسیح پیام های بسیار خوبه. خواهر برادر عزیز شایب جان و خواهر مریم جان برای شما تهیه کرده در این وبسایت، لطفاً تشریف ببرین و برکت بگیرین. شایب جان برادر عزیزم بسیار بسیار تشکر از کلامی که امروز آوردین. خداوند شما را برکت بده. تشکر از شما و خداوند شما را برکت بده. کارکنایتان انتظار تلفن های بنده های ما هستیم در هر کجایی که هستین. خداوند شما را هم برکت بده. آمین آمین. و باور کنین هر روز ما از طریق اسکایپ و تلفن شخصی ما که برای وطندارای ما میتونیم تلفن ها میگیریم از وطندارای ما که چطور ایمان میارن و سوال های بسیار زیاد دارن و یک برادر عزیز ما که در هرات هستن برای ما چندین بار تلفن کردن و سوال های بسیار زیاد دارن. خدا را شکر میکنیم. بعض وقتا مشکلات تلفنی است قطع میشه و اما باز هم سر از نو میگیریم صحبت ها را و ما برتان بگوییم که روزهایی است که ما وقتی که برای ورزش قدم زنی میرم صحبت میکنیم با برادرها و خوارای ما و لذت میبریم از این کچان صحبت میکنیم و بالاخره به عیسی مسیح ایمان میارن بعد از سوال و جواب، به خاطر اینکه مردم ما و شما بسیار عجیب و غریب خیالات در مورد کلام خدا داره. چون از طفولیت ما برای ما گفته شده که انجیل تغییر کرده، انجیل تغییر کرده، انجیل تغییر کرده، مثل از اینکه در انگلیسی میگه برین واش شدیم و یا مغز ما شستشوی شده به این ترتیب که ما همه قسم باور کنیم. و اما کلام خدا برای ما واضح میگه کلام خدا را کسی تغییر دادن نمیتونه، هیچ کسی جرأت نداره این کار بکنه و خدا کلام خدا برای ما داده بر راهنمایی ما، بر از اینه که این را از پیش ما بگیره و کدام جای بانه تا که ما او تغییر داده نتونیم. کلام خدا تغییر نخورده وطندارای عزیز و نه هم تحریف شده و نه هم صاحب بعضی کسا میگه که دیگه قابل اعتبار نیست، مکاشفه جدیدی داده شده. کلام خدا برای ما واضح میگه از زبان عیسی مسیح من اول و من آخر هستم، من ابتدا و من انتها هستم، من الف و من یا هستم. کلام خدا را بخوانین، برای خود قضاوت کنین. نجات از طریق عیسی مسیح در اینجا برای شما واضح شده، واضح گفته شده. این راهنمای شماست و قناعت کاملتان تنها در عیسی مسیح است. او قناعت کامل است. اگر میخواین که قناعت کامل داشته باشین، او قناعت کامل است و او شما را قناعت میده در زندگیتان. برکات روحانی را بر شما میده. شایب جان بسیار تشکر برادریم. تشکر از شما. خداوند رایتان باشه. بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. وطندارای عزیزم این ما البته برنامه زنده تا آخر از این ما را نمی داشته باشیم و اما ما در خدمتتان باز هم با برنامه های غیر زنده حاضر میشم و کلام خدا را برتان بخش میکنم. برای ما هم در دعا باشین مؤمنین خداوند عیسی مسیح و خداوند شما را برکت بده. تلفن‌ها در او میای ایجا و بسیار خدا را شکر میکنم و بعد از دوستای عزیز بعد از برنامه حتما تلفن‌هایتان میگیریم. تلفن‌هایتان در آمده رئیس. بسیار تشکر. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. آمین. یارم مسیح در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح یارم مسیح در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.